من دوستان عزیز در یکی از چایخانه‌های قزاقستان حضور دارم. باور که همه چایخانه را بخواد بریم عیبرین هم نوش می‌نویسیم. در سراغش همه مونه به حد چایخانه ارزان و طعم‌هاش هم خیلی طعم‌های بلذت. سوال با اکی شورا جون همه خیلی بود. چایخانه خوب و طعم‌هاش بلذت. ما همونجا خورده اومدیم. محصولات حلال ها و اینا اکم بود. ما همونجا خورده اومدیم. مثلا انا همین کوشش کنید انا همینجا بخرید دیگه جوش باید کلپیش لیال کرنگ کرپس باید وحشه نداره نرخش مرزی انا همینجا بخرید برو اینه عکا زدای پنیمین به پل زدای براشکن نگاه قومت چخت مونده علی کنه یک دوستان ما با انمی یک در جای رسیدیم یکی از عاشقانه‌های با حشمتی انمی قزاقستان که به حد طعم‌های خوب و نرخش هم دسترس برادر عزیز این هم باشد کیشه ارده این اولی فوکی تلفن بسند انمی کافه هم شما هم پراپتیکات نکنید باور که بهترین نرخش هم بهترین آدماش هم بهترین دیدی خب پرسادنش خیلی دمخانه همه برادر عزیز ارده کیشه قزل ارده کیشه دمخانه همه جا که اینجا گاستینس دوره کمپلکس خب ما همه سام داخل شدیم این همینجا سو باور کنید برادر عزیز هر جایی که در اومدیم در همینجا مثال بهترین چایخانه شنمی این برادر چه دیگر ایتون رو دگان سیر و سرگردونی ها ما هر دی همه رو دیدیم سیر کردیم این جرمون ندیده بودیم نصیبه کردیم تو خودیم با محبت شما این مرامات رقمات در روی اکران این برادر عزیز انا مثال این یکی از شدیوری که در اتوبوس نبیایی مثال این هم سیاحت کرده میری اگر کم دشواری هم باشه اینجا راحتاش هم هست که باید دشواری رو در چشم تو چی نمیتوه پسی سر میکنه مثال این چون یک طرفخانه با حشمت داخل شدیم باور که به حد خوب قبول میکنن در همون جایی که خودت میشینی خودشون میبیارن میخری میخرجی ایدم کفای کرد باور کنه نقش هم قدر بلنده ای همون وقتی که همین سرحد روسیه داخل میشه یکم توچکا یک کرپیج بلند که کرپس خیلی نه اونقدر بعدا ایوای باید دیگهش واخور شدیم بایم نه اونقدر انا سیمش همه عبید با قطعه که شورت بون انا خواستم اوش بخورم باور که اوش یه هفته نبود اگر خورده نمیشید انا میجا اومدیم بهترین طعم بهترین ابسولوژن وای فای بپول هر چی که دلتون میخواد برادر اجازه مهیا کردگی حجت خونه دوش سرتراش هر چی که میخواید انا میجا ان شاء الله اومدید اینم قزل ارده من میکنید انم طرفخانه را خدا خواهد آیاتون نرورید اول خوبترش که بچه‌ای که در سفر میبروید با واسطه اتوبوس خوراکتون مستحکم بگیرید اقلا تو همینجا برای که راه به حد نرخ قیمت داره دیدو دونسته میدونن که مسافرو مجبوره نرخ میبردارن برای خوراکتون مستحکم بگیرید نسخه شد نست مستحکم تمام نشوه بعدا تو قزل ارده که اومدید این طرف اینا بهترین دمخونه بهترین یک چکی طعم‌های بسیار هم بلذت داره چوچویله این هم پلمن میشه امروز ما شاود خوردیم آشوی به مزه سیخ برای دوستان اونی که یک روز دو روز در اتوبوس میگردید این خیلی جایی که میاد این خیلی منظرهای زیبا رو میبینید تماشا میکنید ان شاء الله دشواری پشتی سر میمونه شما ده انا برادر عزیز ما در اینجا یکی از پیرای کار توجیه نه
میگه که پای من از خوردی با سنگ و چوب عادت کرده است، پای من از خوردی با قم و سنگ عادت کرده است، گر ز چوبی راه بترسم من ز سوختیان هستم. برادر ای ولایت سوخت ای ناحیه اش نامتون چی بود؟ اولماسبوی بهترین چهره هنری تاجیک در اینجا با خوردیم. شما هم بید اکر در همین جا با میخرید. فهمیدید برادر عزیز؟ دم خونه مرحمت کنید.